ویو میگیرن ها، بلد شدن. خواهم داستان تعریف کنم. این اینستاگرام که باز میکنی احتمالاً یه دختری یه پسری رو ببینی که سنشون هم کمه، یه کیت فوتبالی تنشون کردن اومدن کوری بخونن و تولید محتوا کنن. اینا احتمالاً همون فصل فوتبالی شدن، اطلاعاتشون نسبت به فوتبال کم و سطحیه. خب این اصلا اشکال نداره چون خیلی هم مجریای تلویزیونمون هم اطلاعات خاصی ندارن. کلا کلی خوندن و کل کل کردن از جذابیت فوتبال و هواداریه. ولی به یه شرط، کسی که کلی میخونه فوتبال بلد باشه، یه چیزی بارش باشه. حالا که کیس رئال مادرید پوشیدی، رونالدو کجاییه؟ نه داخل چه اسپانیاییه. داخل چه من ماهانم خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امیدوارم تا آخر این ویدیو همراه من باشید بدون معطلی. بریم سراغ ویدیو. من یه رفیقی دارم که یه پارتنری داشت. این تا اونجا که من میدونم اینا یه شب داشتن چت میکردن. رفیق من میگه نیوکاسل چقدر داره خوب بازی میکنه. دختره میگه نیوکاسل کیه؟ میگه دارن فوتبال میبینن. میگه میدونم نیوکاسل تو کدوم تیمه. خب این اصلا خنده‌دار نیست. رفیق من توضیح میده دخترام نمیدونسته دیگه نیوکاسلو. توضیح میده که آره این خودش یه تیم و اینا کات میکنن. خب این خنده‌داره. بعدن یه ویدیو راجع به کات کردن اون دوتا شوخی کردم. بشین رفیق من الان بعد 4-5 ماه ما با یه اکانتی مواجه میشیم از همون دختر، ولی زمین تا آسمون فرق میکنه. پروفایل کی باشه خوبه. آفرین، رول آسنسیو ستاره جدید فوتبال دنیا. بعد یه چنل تو این پروفایل هست. چنل نمیشه حالا مادرید اسم چنله. میری تو چنل میبینید این همه بازی‌های رئال رو داره تحلیل میکنه، گزارش میکنه موقع بازی، عکس بازیکن‌های رئال، کلی میخونه، فوش میدن به بعضی اونجا. بعد یه دونه عکس بود خیلی توجه منو جلب کرد. عکس سانتیاگو برنابئو بود، زیرش نوشته بود کعبه من. چه کعبه‌ای؟ 4 ماه اون اول باید یه امامزاده‌ای بشه برای تو، یه مقبره چیزی، بعد بشه کعبه تو. پرز 20 سال تو رئال هستش بیشتر. اونجا رو بازسازی کرد سانتیاگو رو بتونه اونجا کنسرت برگزار کنه. اون نمیگه کعبه منه، تو چی میگی؟ بعد این قضیه اصلا توجه من نسبت به این موضوع جلب شد. زوم کردم رو دخترها ببینم اینا واقعا فوتبالی هن یا بعضیشون دارن ادا در میارن. از اونجا که من توی خانواده به شدت فوتبالی بزرگ شدم، زن و مردم نداشت. ذهنیتم این بود که آره خب بعضی از دخترها واقعا فوتبال دنبال میکنن. تا اینکه با یه ضرب المثلی آشنا شدم که برخلاف هر چی بود که تو بچگی تصور میکردم. میگه که دخترای خوشگل تیم مورد علاقه‌شون با دوست پسرشون عوض میشه. خیلی عمیقه، خیلی فلسفیه. فکر کن بهش، چه جمله زندگی آدمو تغییر میده. این توییت منه، نگاه کنید هر جای صفحه میاد. تو سال 2023 من این توییتو گذاشتم. نظرم اون موقع این بود. خب اون جوون بودم، چیزی عقل الان رو نداشتم، ولی الان پشیمونم. یعنی اینجا عذرخواهی میکنم و همه ابراز پشیمونی میکنم. الان نظرم کاملا عوض شده. به نظرم دختری که ادای فوتبالی بودن در میاره این پسری که مثلا ادای دختر باز بودن در میاره، یا پسری که ادای فنی بودن و کاری بودن و اینا رو در میاره. ببین به کلمه ادا دقت کنید. ادا، نه خودش. دختر فوتبالی هم داریم، ولی ادا، اینا همش یه ابزاری برای جلب توجهه. هنوزم من میگم دختری که واقعا فوتبالی باشه سهیش دختر با مزه رو میزنه. دختر خوشگل رو نمیدونم قضاوت رو بسپاریم به مردم. چی دارم میگم؟ اصلا دختری که فوتبالی باشه واقعا 100% خوشگله. اصلا من قیافش نبینم هم بهتون میگم خوشگله. یه دختری رو دیدم با کیت یوونتوس 2019 عکسشو گذاشته بود، زیرش نمیشه بود حق همیشه با دختر فوتبالیه. خب من این دختر میشناسم، مطمئنم که یه دونه بازیکن یوونتوس 2019 رو نمیتونه بگه. بپرسید ازش. مثلا میگیم دلیخت رو نمیشناسه، دیبالا رو نمیشناسه. بعید میدونم دیبالا رو. بونوچی، بوفون،
کانسلو اون موقع، ربیو، پیانیچ، خدیرا، هیگواین، شزنی. رونالدو تو اون تیم بازی میکرده. تو رونالدو رو هم نمیدونی که تو یوونتوس 2019 بوده. بعد ادعات میشه تو اصلا لقب تیمی که لباسشو تنت کردی و میدونی. مطمئنم اگه میدونستی نمیپوشیدی. بانوی پیر. بابا تو 15 سالته. برو عوض کن اون لباسو. بعد یه دختری هم بود میگفت من اصلا وقتایی که بارسا با رئال بازی داره با دوستان دشمن میشم. چرا؟ گفت رئالی هم دیگه. خب تو رئال کیو بیشتر همه دوست داری؟ گفت اول جودی مثلا معلم ادبیات ما کلاس نهم بود. جودی دیگه چارشونه، قدش بلنده، هیکلیه. خب جود بلینگهام. دومم اونی که اینجوری میکنه، شبیه لاک‌پشت‌های اینجا هم هست. خب امباپه. خجالت نمیکشی تو؟ الان دارم بهت میگم حتما هایبرید پرس و توتال فوتبال هلند تو دهه 70 هم نمیدونی چیه. خب اینا رو میشه چشم پوشی کرد، نداره. ولی خب بگی مجبوری بگی فوتبالی هم. کی مجبوره دیگه؟ تو فوتبالی نیستی. و بازی شروع بشه تو میری تو گوشی بدون استرس، با خیال راحت گل بزنید. حالا خوشحالی هم میکنی، بعد نمیدونم احتمالاً تو دیلیت هم یه دونه چیز میزنید، یه ادیت میزنید تو به اندازه این گل والورده خوشگلی با اون آهنگ تیکه تر از همون روز لاله نسترن. تر از این گلای پرپرم، تو کدوم از این گلای روز لاله نسترن. تا حالا دستا ترخ کرده از استرس فوتبال؟ تا حالا به کل خانواده بازیکن‌ها و داورا فحش دادی؟ حالا این یه مورد تو کار درستی میکنی. منم فقط داورای خارجی، بازیکن‌های خارجی. مثلا تا حالا به خاطر حذف تیمت از چمپیونز لیگ افسردگی گرفتی؟ مثلا از فشار باخت تیمت شب خوابت نبره، مثلا پنیک اتک کنی، حمله قلبی، استرس؟ نه دیگه. بعد نامردیه مثلا امثال این آدما رو بگیم فوتبالی، تو رو هم بگیم فوتبالی. بعد اینا تیمشون که به بازه به هیچ جاشون نیست که. احتمالاً تو این یاد گرفتن از دوست تا این خودشون. ما 15 تا CL داریم، ما سگانه داریم، تو میوازن اینا رو میگن. ما 2 تا ستاره تو آسیا داریم، یه ستاره تو اقیانوسیه داریم. تو تیمت میوازه یا باید افسرده بشی، با کسی حرف نزنید، بری تو خلوت خودت، یا باید سگ بشی، هر کی با حرف میزنه رو بزنی، پاششو بگیری. یه پسر 13 ساله میاد اکسپلورت، بیدار مونده بودی تا این لحظه باخت تیم ما رو ببینی، بیا. نه زشته پسر خوب، من خواب بودم، کار داریم صبح. اصلا من بیدار بودم برای چیز دیگه بیدار بودم. چرا فکر کردی برای من مهمه مساوی گرفتن یا کامبک تیم تو با اسکواد 1.4 بیلیارد یورو جلوی مثلا تیم 18 جدول؟ زشته، برای خود زشته. یا یه پسر 12 ساله میاد میگه حسین ابرقویی به پرسپولیس، کار دیگه تمامه، هر بیگو. من اصلا با اینا کار ندارم، با پدر مادر اینا کاری ندارم. معلما من خواهش میکنم مشق زیاد بدید، مشق اینا رو زیاد کنید. اینا نیان سمت تولید محتوا، برن دنبال مشق و درس و اینا. تو مگه صبح مدرسه نده؟ تو چرا بیدار موندی؟ من بیدار موندم باخت تیم تو رو ببینم، نشد. تو چرا بیدار موندی؟ اصلا یکی از اصلی ترین و پربازه ترین روش ویو گرفتن برای دخترها اینه که یک کیت فوتبالی ترشون کنن یا آهنگی هم بذارن، مثلا لبخونی کنن، ببند رو بارسا پرسپولیس اینجوری. اصلا من در جایگاهی نیستم که بیام بگم بده خوبه، به من ربطی نداره، بگیرید. ولی لباس مرد عنکبوتی خیلی قشنگ‌تره. دختر خوب برو لباس مرد عنکبوتی بپوش، هم ویوی بیشتری داره. اصلا من خودم میام میفرستم رفیقام، دوست دارم مرد عنکبوتی، هم قشنگ‌تره هم ویو میده. ببین
احترام بذار، احترام ما فوتبالی ها رو نگه دارید. اصلا منم نه، احترام اونا که فوتبال میبینن نگه دارید. خیلی کثیفه این روشی رو گرفتن. بعضیا واقعا فانتزیشون اینه که مثلا با یه دختری اوکیشن که فوتبالی باشه، بعد اینا مثلا برن با هم فوتبال ببینن و اینا. اصلا نوع ادیتا چیه؟ منو تو زندان ممکنه ببینید، ولی یعنی شما یه عکس خودت بذار، دختر خانوم یه عکس خودت بذار، بعد بنویس که منو ممکنه تو زندان ببینید، ولی تو پیج مثلا بارسا با پرسپولیس نه. این یه مدلشه. بعد یکی دیگه هست اومده بود گفت دختره خوشگل رئالی هم. چجوری؟ مثلا چون خوشگلن رئالی میشن یا چون رئالی ان خوشگلن؟ بعد الان مثلا یه دختر زشت بخواد رئالی بشه شما چیکار میکنید؟ سریع جلسه تشکیل میشه آقا نذارید این رئالی شه، این زشته. من بهتون میگم رئالی ها یه دختر زشت یه جا رئالی شده، من مطمئنم. بون ماتی با 3 تا توپ طلا نمیاد بگه مثلا دختری که بارسایی نیست کنسله. تو این استوری ما چه خبره؟ چرا باید یکی به خاطر اینکه تیمش فلانه کنسل شه؟ بابا مثلا درست کنسل کنید دیگه. اونایی که پراید دارن کنسلن. بزنید تو سر پسرها. همجنس خودتون رو چرا میزنید؟ در کل جدی بگم که من آدم جنسیت زده ای نیستم. اصلا نیومدم بگم دخترها چه به فوتبال. این حرف خیلی بدیه. خیلی هم خوشحالم تا این لحظه با ما همراه بودید. اگه خوشتون اومد حتما سابسکرایب کنید، لایک کنید. مرام دیگه. مثل همیشه خداحافظ.